تا حالا ترکیدن بنزین داخل موتور رو با چشم دیدی؟ بیا اینجا. چند تا نکته راجع به تعیین موتور بهت بگم. همون قضیه که جمع کردن موتور خیلی کار مهمیه، باز کردنش هم خیلی مهمه، به خاطر اینکه در زمان باز کردنه که میشه عیبیابیش کرد و همه مشکلات موتور رو به چشم دید. قطعاتی که رسوب گرفتن اگر گرم نکنی خیلی احتمال زیاد موقع باز کردن ببره یا بشکنه. یه بخشی که خیلی برای ما اهمیت داره و خیلی براش وقت میذاریم مدار گردش آب موتوره. اینجوری که هیچ مسیری بسته نمونه، هیچ جا رسوبی نمونه، همه رسوبا تراشیده بشه که آب مستقیما با فلز سیلندر تماس داشته باشه و خنککاری موتور به بهترین نحو انجام بشه. همه این کارا جزء باز کردن موتور حساب میشه و قبل از فرستادن موتور به تراشکاری باید اینا تمیز بشه. برای اینکه وقتی تراشکاری میذارتش توی قطع شور کامل همه این مسیرها دیگه شسته بشه و هیچ مسیری کثیف نمونه. بعد که یه ذره پخت میریم سراغ تمیزکاری دوباره. جا پیچای کارتل تاش بسته است. برای همین به دفعات که کارتلو باز و بست میکنن پیچاشو که میبندن چسب و هول میده میره ته سوراخ گیر میکنه. با یه مته یه سایز کوچیک‌تر این چسبا رو باید بکشیم بیرون، به خاطر اینکه اگر این چسبا بمونن اونجا یا پیچ درست سفت نمیشه یا اگر زیاد سفت بشه اونور بلوک و ترک میندازه. بعد که موتور از تراشکاری برگشت، بعد از چک کردن همه خلاصیات نوبت میرسه به رنگکاری و خوشگلکاری. کانالای آب و روغن رو یه بار دیگه تمیزکاری میکنیم و شروع میکنیم به جمع کردن موتور. بعد که کانالای آبو کامل تمیز کردیم پولکی‌های آبو جا میزنیم. جمع کردن موتور هر قسمتش یک دنیا نکته داره که دیگه توی این ویدیو جا نمیشه. حالا موتور که جمع کردیم بعدش میریم سراغ ریختن روغن. بعد که موتور کارتلش پر از روغن شد میرسه به جایی که موتور میخواد دعا کنه. بعد از اینکه موتور جمع میشه همه کانالای روغن و فیلتر روغن خالی از روغن هستن و وقتی موتور برای اولین بار میخواد روشن بشه چندین ثانیه طول میکشه تا روغن به قسمت‌های مختلفش برسه و همین باعث سایش خیلی زیاد توی مرحله اول روشن شدن موتور میشه. با چرخوندن اویل پمپ قبل از استارت هم از سلامت اویل پمپ اطمینان حاصل میکنیم، هم از وجود روغن توی تمام کانال ها. بعد یکم بنزین بهش میدیم بخوره و چون آب داخل موتور نیست بیشتر از 30 ثانیه تا 1 دقیقه روشنش نمیذاریم. یه کوچولو میذاریم کار میکنه، یه کوچولو گرم بشه تا بتونیم فیلرگیری سوپاپاشو انجام بدیم. بعدش میریم سراغ تنظیم جرقه دلکو. اول نقطه مرگ بالایی که رو میلنگ علامت داره علامتشو ماژیک میکشم که واضح بشه. بعد با چراغ دلکو محل جرقه زدن سیلندر 1 رو پیدا میکنیم. نقطه‌ای که من با ماژیک علامت زدم الان معلومه روی 0 درجه است، الان میاد روی 10 درجه و دوباره برمیگرده روی 0 درجه.